دنیایی که بیوقفه برای حرکت نیاز به انرژی داره، نفت و گاز همچنان حرف اول رو در فراهم کردن این انرژی میزنن. شرکت‌های نفتی از قدرت عظیمی برخوردارن و اقتصادها رو شکل میدن. بریم 5 تا از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان در سال 2024 رو معرفی کنیم. شرکت اول شرکت آرامکو عربستان سعودیه که یکی از تأثیرگذارترین و بزرگترین شرکت‌های نفتی در جهانه که نقش اساسی در توسعه صنعت نفت عربستان سعودی و اقتصاد این کشور ایفا کرده و به غول بزرگ در تولید نفت مشهوره و ظرفیت تولید اون میتونه میلیون‌ها بشکه در روز باشه. آرامکو بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان رو داره و برخی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان مثل میدان قوار رو بهره برداری میکنه. مورد دوم شرکت نفتی اکسون موبیله که یک شرکت نفت و گاز آمریکایی چند ملیتیه که از ادغام 2 شرکت بزرگ نفتی اکسون و موبیل ایجاد شده. اکسون موبیل در جستجو و استخراج نفت خام و گاز طبیعی در خشکی و فراز ساحل میپردازه و میادین نفت و گاز متعددی رو در سرتاسر جهان داره. این شرکت پالایشگاه‌هایی رو اداره میکنه که نفت خام رو به فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، گازوئیل، سوخت جت و پتروشیمی تبدیل میکنه که پتروشیمی اون در صنایع مختلف مثل پلاستیک، داروسازی و غیره استفاده میشه. سومین شرکت نفتی شورونه. اینم یه شرکت انرژی آمریکایی چند ملیتیه که به عنوان شرکت نفت ساحلی اقیانوس آرام تأسیس شد. شورون در جنبه‌های مختلف صنعت نفت و گاز در سطح جهانی فعالیت داره، از اکتشاف و تولید گرفته تا پالایش و بازاریابی و توزیع نفت و گاز. این شرکت پالایشگاه‌هایی رو اداره میکنه که نفت خام رو به فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، دیزل، سوخت جت و پتروشیمی تبدیل میکنه. مورد چهارم شرکت نفتی شل که یک شرکت نفت و گاز چند ملیتی بریتانیایی هلندی با سابقه طولانی در صنعت انرژی که از ادغام شرکت نفت رویال داچ هلند و شرکت حمل و نقل تجارت شل بریتانیا تأسیس شد و در جستجو و استخراج ذخایر نفت و گاز طبیعی شرکت داره. شل پالایشگاه‌هایی رو اداره میکنه، جایی که نفت خام رو به فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل، بنزین و روانکننده‌ها تبدیل میکنه. و اما شرکت پنجم شرکت پتروچینا که یک شرکت دولتی نفت و گاز چینیه. این شرکت هم در داخل هم در سطح بین المللی فعالیت میکنه و فعالیت‌های قابل توجهی در کشورهای مختلف در سراسر جهان داره. این شرکت شبکه گسترده‌ای از خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز طبیعی داخل چین و فراتر از مرزهای بین المللی رو داره. پتروچینا در زمینه‌های مختلف صنعت نفت و گاز از جمله اکتشاف، تولید، پالایش و بازاریابی و همینطور توزیع فعالیت داره. این شرکت‌های بزرگ نفتی در جهان میتونن تغییرات زیادی رو در سیاست‌های بین المللی، نقش کشورها و تحریم و غیره داشته باشن. ممنون که با ما همراه بودید.